ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 43. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، دربرگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. در خصوص زبان و لغت شاهنامه استاد صدرالدین عینی، خسروی فرشیدورد، محمود شفیعی و محققان زیاد اظهار نظر کردند برای اثر دانشمند ایرانی محمود شفیعی شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی از سنجش با گویندگان و نویسندگان پیشین در این زمینه تحقیقات جالب و پرارزش محسوب می گردد. ما در زیر بعضی از این ویژگی های زبانی شاهنامه بیزوال فردوسی را که بیشتر محققان در خصوص آنها نظری یگانه دارند و این مخصوصیت ها با اکثر آثار نظم و نثر عهد سامانی خاصند یادآور می شویم. یکم، باید گفت که در سراسر شاهنامه علامت جمع‌بندی اسمهای جاندار خواه انسان باشد خواه غیر انسان پسوندی آن است و پسوندی جمع‌بندی حاکی در عصرهای بعدی نیز به کار رفته است در شاهنامه به مشاهده نمی رسد. این جمع‌بندی خاصی تاجیکی است. به مردان ز هر گونه کار آیدا، گهی بزم و گه کارزار آیدا، یا نیارست کردن کسان جا گذر، ز دیوان و پیلان و شیران نر. دویم، در شاهنامه از نوعهای جمع‌بندی شکسته عربی که بعداً به زبان مادری ما وارد شده اند تنها دو نوع، قالب‌های افعال، آثار، ابیات و فعایل، تبایی، ترایف استفاده شده است. نبیند کسی نامه پارسی،
نوشته به ابیاتی 100 بار 30. فسانه کهن بود و منصور بود، تبایی ز پیوند او دور بود. سیوم، جمع‌بندی دوباره کلمه های شکلی جمع عربی با پسوند جمع‌بندی تاجیکی فارسی آن نیز در شاهنامه به نظر می رسد. نبی آفتاب و صحابان چو ماه، به هم بستن یکدیگر راست راه. در مصرع اول چنان که می بینیم کلمه عربی صحاب خودش شکلی جمعی صاحب است. چهارم، فردوسی در کاربست کلمه های زید معنا و در کنار هم آوردن آنها مهارت خاص دارد. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگان موعظت یکی است. که من چون رسول شوم پیش اوی، همی برگرایم کم و بیش اوی. پنجم، تیپ کلمه های مرکبی پیوست در قالب تکرار نیز در شاهنامه زیاد به کار رفته‌اند و همین ترکیب ها در زبان مادری ما امروز نیز به همان شکل و معنا استفاده می شوند. لخت لخت، جفت جفت و غیره. بیابانی بی آب و گرمایی سخت، کزو مرغ گشتی به تن لخت لخت. ششم، تشدید گرفتن همصداهای آخری کلمه اول در عباره‌های اضافی در شاهنامه بسیار به مشاهده می رسد. پری مرغ، پری تیر، دم کرگس. هوا دم کرگس شد از پر تیر، زمین شد ز خون سران آبگیر. هفتم، قالبی کلمه سازی فکی اضافت، یعنی از بین رفتن بندک اضافی ای به نظر می رسد. گلنار از گلینار، گلشهر گلی شهر، مجمر آتش مجمری آتش و غیره. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناربان.
هشتم، در شاهنامه اکثراً برای معین کردن جنسیت لغوی زنانه و مردانه کلمه نر، نره یا ماده با اسم همراه آورده شده است. نر شیر، ماده شیر، نر دیو، نر اژدها. نبینم جز از شیر و نر اژدها، ز چنگی بلاها نیابم رها. نهم، صفت فعلی زمان حاضره با پسوند انده در شاهنامه کاربردی فراوان دارد. بیننده، گوینده، نالنده، غرنده، برنده و غیره. یکی نامه باید چو برنده تیغ، پیامی به کرداری غرنده میغ. دهم، فعل حال نیز دایره استفاده زیاد دارد. چمان، چکان، چران، دمان و غیره. بخفت و برآسود از روزگار، چمان و چران رخش در مرغزار. یازدهم، کلمه های مرکب که از دو اسم ترکیب یافتند. ایران زمین، سمنبرگ، لاله‌برگ، تبرزین، شیرزن، شاهزن، گاومیش، ماهروخ، پایمرد، پایکار، دستکار، پیلتن، پیلدندان، سیمدندان و غیره. به پیشی سپاه اندرون پیلتن، که در جنگ هرگیز ندیدی شکن. دوازدهم، کلمه های مرکب که از اسم و صفت ترکیب یافتند. نماند روان تندرست و جوان، مبادش روان و مبادش زبان. سیزدهم، کلمه های مرکب که از اساس های گوناگون فعل و میانبندهای او و آ تشکیل یافتند. دهاده، داروگیر، دهودار، شدآمد، داروبرد و غیره. دهاده خروش آمد و داروگیر، هوا پری کرگس شد از پری تیر. شدآمد بیفزود نزدیک اوی، برآمیخت با جانی تاریک اوی. اگر شاه با شاه جوید نبرد، چرا باید این لشکر و دارو برد؟ چهاردهم، کلمه های مرکب که از دو صفت ترکیب یافتند. سپاه و زر و گنج من پیش توست،
مرا سودمندی به کمبیش توست. پانزدهم کلمه های مرکب که از اسم و اساس زمان حاضره فعل ترکیب یافته‌اند. گردنکش، دلخواه، دلپذیر، دسترس، آبگیر، نامدار، شبگیر، آبچین، زرنگار، جنگاور، جهانبین و غیره. زخونی سران دشت گشت آبگیر، زن و کودکانشان بی بردن اسیر. شانزدهم کلمه های مرکب که از اسم و اساس زمان گذشته فعل ترکیب یافته‌اند. شاه آزمود، رهاورد، زنگار خورد، زربفت، دیوزاد، شاهزاد، خاک خورد و غیره. چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تختی شاه آزمود. هفدهم کلمه های مرکب که از صفت و اسم ترکیب یافتند. پرمایه، نوروز، سیهگوش، تیره شب، جوانمرد و غیره. هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیره نوروز و جشنی سده. هجدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوندی مکانسازی استان ساخته شده اند. گلستان، بلبلستان، غلغلستان، شبستان، فغیستان یعنی بتکده، میستان، نیستان، بربرستان، هندوستان، زابلستان و غیره. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چینی گل نیاید بکار. باید ذکر کرد که فردوسی این پسوند را به دو شکل استان و سان استفاده کرده است. و سان گونه اختصار شده همین پسوند استان است. بیمارسان یعنی بیمارستان، شارسان شهرستان، کارسان کارستان، خارسان خارستان، شورسان شورستان، سورسان سورستان، سوریه و غیره. بدو گفت گودرز بیمارسان، تو را جایی زیباتر از شارسان. نوزدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوندی مکانسازی گاه به میان آمدند. باشگاه، بنگاه،
دستگاه و غیره. چو آمد به نزدیکی باشگاه، همانگه بیامد ز ایران سپاه. استفاده از نیموندی کده به میان آمدند. 20. کلمه هایی که از اسم با استفاده از نیموندی کده به میان آمدند: بود کده، آتش کده، پرستش کده. همه شهر گویی مگر بود کده است، ز دیبای در شاهنامه همچون کلمه مستقل هم به معنای خانه، منزل استفاده شده است. بدین بی نشان راغ و کوهی بلند، کده ساختند از نهیب گزند. بیست و یکم اسم هایی که از اسم با پسوندی بان وان ساخته شدند: رودبان، ساربان، جهانبان، ساربان، کاروان و غیره. چو آمد به نزدیک اروند رود، فرستاد زی رودبانان درود. بیست و دوم اسم هایی که از اسم با افزودن پسوندی ا ساخته شدند: کوه، چشمه، دسته. بدو گفت رو لشکرآرای باش، بران کوه ریگ بر پای باش. کلمه کوه از اسم کوه و پسوندی ا ترکیب یافته چیزی مانند به کوه، تپه یا بلندی را افاده می کند. بیست و سیوم کلمه های افاده کننده مانندی و شباهت که از اسم با افزودن پسوندی وش، فش ساخته شده: پرستار وش، خورشید فش و غیره. نشست از بری باره دست کش، بیامد بری شاه خورشید فش. این پسوند در شاهنامه برای ساختن کلمه های دارای معنای صاحبیت و دارایی هم به کار رفته است. از جمله کلمه منیفش یعنی خودبین، خودپسند، آن که منمنی می کند. برزمی که کردی چنین کش مشو،
هنرمند بودی منی فش مشو. 24 کلمه هایی که از اسم با افزودن پسوندی وار ساخته شدند: گوشوار، دوستوار، ناهوشوار، پدروار، پیلوار، رهوار، سوگوار، تیروار، شاهوار، شتروار. شتروارها نار و سیب و بهی، ز گل دسته ها کرده شاهنشهی. بیست و پنجم کلمه هایی که از اسم و صفت با افزودن پسوندی گون ساخته شدند: آبگون، تیرگون، زردگون و غیره. یکی خنجری آبگون برکشید، همی خواست از تن سرش را برید. بیست و ششم کلمه های افاده کننده مکان که از اسم با افزودن پسوندی سار ساخته شدند: کوهسار، بیشسار، سکسار یعنی سکستان، محلی بود و باشی سکها و غیره. بغرید چون رد در کوهسار، و یا شیری جنگی گهی کارزار. کلمه معمولی سر نیز در شاهنامه به صفت جزئی دومی کلمه های مرکب به شکل سار به کار رفته است. گاوسار یعنی دارای سری چو سری گاو، سبکسار، سبکسر، چاهسار، سری چاه و غیره. بچنگ اندرون گرزه گاوسار، بسانی حیون گسسته مهار. بیست و هفتم کلمه هایی که از اسم با افزودن پسوندی فام ساخته شدند: لعل فام و غیره. بدین چاره تا آن لبی لعل فام، کنیم آشنا با لبی پوری سام. شما گفتاری 43 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.